Gel istersen. Müthiş yapıyor. Benz. آره اومد. مثل بنز اومد. آره. اون بابا همیشه همین بود تنها. من خیر مقدم میگم به همه که اومدن در اردوی تیم ملی ما. خب ما تمام شرایط رو میدونیم، ما جزو 3 تیم اولی بودیم که صعود کردیم به جام جهانی و به همین دلیل ما تمام برنامه‌هامون رو از قبل میشه گفت تصویب شده در فدراسیون فوتبال و طبق برنامه داریم جلو میریم و قطعا در جام جهانی خواهیم. یکی از مقرراتی که به کشور میزبان داده میشه، اونا باید ضمانت‌هایی رو بدن طبق اساسنامه فیفا، اساسنامه و مقررات مسابقات که یکی از تعهداتشون ویزاست که به تمام تیمایی که شرکت کردن در جام جهانی طبق این مقررات باید ویزا رو بدن و فیفا هم این قول رو داده که همکاری لازم رو کشور میزبان با تیم ملی ایران خواهد داشت. ما پس فردا در آنکارا هستیم، به سفارت کانادا بچه‌ها مراجعه خواهند کرد برای مقدمات اخذ ویزاشون و مراحل اداری که در سفارت کانادا است. یه تعداد بچه‌ها هم از در واقع بچه‌های لژیونرهای ما هم اونا هم حضور دارن میرن به سفارت کانادا و امریکا که کار خودشون رو دنبال کنن. ما در گذشته این تجربه رو داشتیم در جام‌های جهانی مختلف، چه فرانسه بود، چه برزیل بود، چه آلمان بود و همینطور آخریش قطر بود. این تجربه رو داشتیم و گروهی که اونجا مسئولیت امنیت تیمو دارن به خوبی کارشون رو انجام میدن و قطعا در امریکا هم بعد این اتفاق خوب طبق پروتکل و اون چیزی که فیفا مصوب کرده و در خود کشور امریکا اونها میشه گفت کمیته‌ای رو دارن به عنوان کمیته امنیت که با فیفا همکاری میکنن و مسئولیت امنیت به عهده این کمیته است. ما در سنوات گذشته این رو تجربه کردیم و اطلاع کافی و کامل از نوع رفتارهای کمیته امنیت تمام جام جهانی که شرکت کردیم داریم. تمام مقررات هم به خوبی اطلاع داریم. خب بالاخره یکی از برنامه‌های اصلی ما اینه که افکار عمومی در کشورمون و حالا در کشورهای دیگه مثل همین ترکیه خیلی خوب هست و حامی تیم ملی هستن
و فکر میکنم این مسیر باعث شده که ما بتونیم با انگیزه هرچه بیشتر در جام جهانی حضور پیدا کنیم. همین حضور شما در اینجا نشون میده که به تیم ملی ایران انگیزه خوبی دارید و میشه گفتش که این علاقه بین مثلا دو کشور ایران و ترکیه بوده و همیشه است و سایر کشورهایی که میشه گفت در فوتبال رو از یک سری مسائل دیگه جدا کردن. نتیجه اینه که امیدواریم فیفا هم همین مسیر رو بره، نذاره سیاست در فوتبال دخالت کنه.